سرخط خبرها. سکوت معنادار امریکا و روسیه درباره افغانستان. کابلوف میگوید هیچ تماس درباره افغانستان میان روسیه و امریکا برقرار نشده است. زه فکر نکوم چې روسان په دومره لوی استراتیژیک ډول د افغانستان په مسایلو د امریکای سره بحث ولري. کاهش چشمگیر جرایم جنایی در کشور. وزارت داخله میگوید جرایم جنایی در سال گذشته میلادی 80% کاهش داشته است. جرایم هم گفتم که تقریبا خیلی مهار شده. ادامه برگشت مهاجران از کشورهای همسایه. در یک روز بیش از 2000 مهاجر از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. و ادامه واکنش ها به هشدار امریکا علیه ایران. سازمان ملل لفاظی های ترامپ علیه ایران را جنگ طلبانه و نگران کننده دانست. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز چهارشنبه 24 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 14 جنوری 2026 میلادی. مشروع خبرها. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان به خبرگزاری تاس گفته که روسیه و ایالات متحده تاکنون هیچ تماس درباره افغانستان نداشتند و هیچ مذاکره مستقیم در مورد موضوع افغانستان صورت نگرفته است. این خبرگزاری روسیه در گزارش خود افزوده که هیچ کانال میان مسکو و واشنگتن در مورد افغانستان باقی نمانده است. گزارش از اناهیتا اندر. در حالی که اوضاع افغانستان همچنان یکی از محورهای کلیدی سیاست‌های منطقه و بین‌المللی است، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از نبود هر گونه تماس یا مذاکره مستقیم میان مسکو و واشنگتن در این باره خبر داده است. او در گفتگو با خبرگزاری تاس تصریح کرده که در سال 2023 نیز هیچ کانال دوجانبه میان دو کشور فعال نبوده و حتی با توماس تویس نماینده وقت امریکا برای افغانستان هیچ گونه گفتگویی صورت نگرفته است. کابلوف همچنین به نشست دوحه اشاره کرده و گفته که او و نماینده چین نپذیرفتند با کشور در یک تیم باشند که دارایی‌های مردم افغانستان را توقیف کرده و از بازگرداندن آن خودداری می‌کنند. په خال دینه چې روسیه افغانستان په رسمیت نو پیژندل بحثونه درلودل په دې کې شک نشته ټول هیوادونه دا لري خو وروسته لدی چې روسانو د افغانستان حکومت په رسمیت پیژنده دا په دې معنی چې لوبه بدله شوه د منځنۍ اسیا یعنی د روسیې پولو ته نږدې افغانستان پر سر باندې زه فکر نه کوم چې روسان په دومره لوی استراتیژیک ډول د افغانستان په مسایلو د امریکای سره بحث ولري. برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که چین و روسیه از مسیر همکاری‌های اقتصادی و کاهش فشارهای سیاسی بستر تعامل رسمی میان کشورهای منطقه و امارت اسلامی افغانستان را فراهم کردند. با گفته آنان این رویکرد می‌تواند به الگویی برای کشورهای غربی نیز تبدیل شود تا با در نظر گرفتن شروط حقوق بشری به سمت تعامل تدریجی و پایدار با امارت اسلامی گام بردارند. روسیه اقدام یو مثال ده چې ممکن سیمه‌ایز فشار زیات کی خو بشپړ نړیوال پیژندنه به د مافان باندې هغه بتی وی ورو به وي ځکه غربي هیوادونه دا هم د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت سره د مختتک په عنوان باندې مشروط کړنه ترسره کوي. په ټوله کې د روسیې د څرګندونې په تمام معنا باندې مثبت اندور لزان سره لري. روابط حکومت فعلی افغانستان با روسیه در سطح عالی قرار دارد. روسیه از کشورهای موثر منطقه است. ابرقدرت منطقوی است در حقیقت حالا نمیتونیم که ابرقدرت جهانی بگوییم. در رابطه با امریکا در سطح متعارف یعنی در سطح متعارف دیپلماتیک روسیه نفوذی بر امریکا نداره و نمیتونه که نقش را بازی کنه. این در حال است که روسیه پس از به رسمیت شناسی امارت اسلامی روابط عملی خود را با کابل حفظ کرده و در پی ایجاد چارچوب برای تعامل منطقه‌ای است، روی کرده که میتواند زمینه‌ساز تعامل دیگر کشورها نیز شود. وزارت داخله میگوید که میزان جرایم جنایی در مقایسه با سال گذشته به گونه چشمگیر کاهش یافته است. سخنگوی این وزارت میگوید که جرایم جنایی در سال گذشته میلادی حدود 80% کاهش داشته است. گزارش از نستر نمیری.
جرایم جنایی یکی از چالش‌هایی است که افغانستان سالها با آن روبرو بوده است، اما وزارت داخله میگوید که میزان این جرایم در مقایسه با سال گذشته به گونه چشمگیر کاهش یافته است. سخنگوی وزارت داخله در گفتگو با خبرگزاری آفاق اعلام کرده است که جرایم جنایی در سال گذشته حدود 80% کاهش داشته است. عبدالمتین قانی میگوید که در سال گذشته هیچ رویداد بزرگ امنیتی در کشور رخ نداده و این موضوع یکی از دستاوردهای بزرگ امارت اسلامی به شمار می رود. واقعیت بزرگ امنیتی در سرتاسر افغانستان در سال گذشته الحمدلله نداشتیم که یک دستاورد بسیار بزرگی و یک نوید خوبی برای افغان‌ها بوده که در تاریخ افغانستان شاید رقم نباشه که در یک سال بگذره و واقعی کلان امنیتی رخ ندهد. جرایم هم گفتم که تقریبا خیلی مهار شده نسبت به سال گذشته در حدود 80%. یعنی ما هر سال میتونیم ارزیابی کنیم. سال گذشته هم تقریبا در حدود 60% از نسبت به سال، هر سال به سال نسبت‌ها رو مسائل میکنیم که تفاوت پیدا کرده. یعنی به طور عموم گفته میتونیم که خیلی آمار ارقام جرایم کم رسیده ولی باز هم هست. در همین راستا آگاهان نظامی نیز به این باورند که هرچند نمیتوان جرایم جنایی را در یک کشور به طور کامل مهار کرد، اما میتوان با اقدامات پیشگیرانه، تقویت امنیت عمومی و اجرای قوانین مؤثر میزان آن را به طور چشمگیری کاهش داد و از وقوع خشونت‌ها و حوادث ناامن جلوگیری کرد. غرض جلوگیری بهتر جرایم جنایی و کاهش جرایم جنایی در کشور بر علاوه نیاز به پلان‌های تدابیری، امنیتی، کشفی و شناسایی عاملین جرایم سازمان یافته است، بلکه در این راستا به همکاری شهروندان هم یک نیاز مبرم است. خاتمه دادن جرایم در یک کشور کاری بسیار دشوار است. می‌بینیم در قدرتمندترین کشورهای دنیا هم جرایم وجود داره، اما در افغانستان که حداقل 50 سال جنگ عقب گذشتانده و مردم افغانستان با مشکلات متعددی مواجه است، میشه به خاطر کاهش جان با ایجاد شغل و مصرفیت سالم و زمینه زندگی بهتر جلوگیری کرده از ایجاد جرایم بیشتر. گفتنی است که پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، کنترل جرایم جنایی به طور جدی دنبال می شود و دستورهای ویژه‌ای برای کاهش آن صادر گردید. مقایسه وضعیت قانونی با سالهای گذشته نشان می دهد که سطح جرایم به طور چشمگیر کاهش یافته و امنیت عمومی بهبود یافته است. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین اعلام کرده که ایران و پاکستان در یک روز 2165 شهروند افغانستان را اخراج کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی به نقل از این کمیسیون نوشته که این افراد روز گذشته وارد افغانستان شدند و گفته وی این افراد از طریق گذرگاه‌های ترخم، اسپین بولدک، بهرامچه، اسلام قلعه و پل ابریشم به کشور بازگشتند. و در خارج از کشور، پس از تشدید هشدار مقام‌های آمریکایی به ایران، سازمان ملل لفاظی‌های ترامپ علیه ایران را جنگ طلبانه و نگران کننده دانست. سخنگوی این سازمان خواستار بازگشت همه طرف‌ها به گفتگو و دیپلماسی شده است. در همین حال وزیر خارجه ایران کشورهای غربی را به برخورد دوگانه در موضوع حقوق بشر متهم کرد. اظهار نظرهای پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره اعتراضات اقتصادی ایران و اعلام حمایت آشکاری او از معترضان موجی از واکنش‌های تند را به دنبال داشته است. واکنش‌هایی که این بار تنها به تهران محدود نمانده و سازمان ملل را نیز وارد میدان کرده است. سازمان ملل سخنان ترامپ را لفاظهای جنگ طلبانه علیه ایران توصیف کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که این نهاد بین المللی از شدت گرفتن ادبیات تهدیدآمیز و جنگ طلبانه‌ای که از سوی طرف‌های مختلف درباره وضعیت ایران شنیده می‌شود عمیقاً نگران است. او با تاکید بر ضرورت خویشتن‌داری خواستار بازگشت همه طرف‌ها به مسیر گفتگو و پرهیز از تشدید تنش‌ها شد. ما از تجدید تهدیدهای نظامی که در وضعیت پیرامون ایران شاهد هستیم بسیار نگرانیم. بسیار مهم است که همه کشورها به جای تجدید ادبیات نظامی گفتگوی دیپلماتیک را دنبال کنند. دوجاریک در پاسخ به سؤال درباره وضعیت کارمندان سازمان ملل در ایران گفت که به هیچ یکی از آنان آسیبی نرسیده و همه در سلامت کامل به سر میبرند. اما چرا ترامپ و نتانیاهو این همه بر حمایت از معترضان در ایران پافشاری میکنند و آشکارا تلاش دارند تا تحول در این کشور رخ دهد؟ یقیناً که ادعای وقیحانه و بیشرمانه است از طرف آقای ترامپ که خود را
مدافع حقوق بشر و حقوق ملت ها بیان می کند. مهاجرین بیپناه را در کشور ایالات متحده و مردم معترض را در کشور خود وقیحانه مورد تجاوز و حمله و کشتار قرار می دهد، اما در کشورهای دیگه ادعای حمایت از ملت‌ها را دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز با انتقاد شدید از مواضع کشورهای غربی به ویژه دولت آلمان این کشور را به برخورد دوگانه در موضوع حقوق بشر متهم کرد و حمایت برلین از اقدامات اسرائیل در غزه و حملات به ایران را نشانه فقدان مشروعیت اخلاقی دانست. وی خواستار پایان مداخلات آلمان در منطقه و توقف حمایت از آنچه نسل‌کشی و تروریسم دانست شد. نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه و شدت رویارویی آمریکا و ایران در حال مطرح شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که اگر حکومت ایران معترضان را بکشد ضربه محکمی به این کشور وارد خواهد کرد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد بدرود.